به جای اینکه از کودکی تو وقت ایمانت قوی می شود، پروردگار وقت در قلب تو بزرگ است، شیطان خیلی ضعیف می گردد و به تو چیز ضرر رسانیدن نمی تواند. گفتن از خردی مایان را از جن می ترسانند. از خردی کودکان تاجیک را اینقدر از جن و اجینه می ترسانند که خیلی گفتم شاید در دنیا ما رکورد داشته باشیم از جهت جن زدگی و زیان جنداری. و از خردی به فرزندان دانستن آیت الکرسی، خواندن قرآن کریم، دانستن دعاهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند تو را در برابر جن و در برابر شیطان قوی میکند. گویان به قلب فرزندان جای کرد، نه اینکه به اون طرف نرو اجینه هست، این کارو نکن جن هست، خانه فلانی جن دارد. گویان برعکس، پناه به الله، در قلب کودک ترس از جن را بالاتر از ترس الله